خب دوستان، توی مناطق جنگلی استان مازندران هستیم و با دستگاه پروتون LB4 اومدیم بیرون که یه فیلم تستی از دستگاه پروتون LB4 بگیریم. به گفته دوستمون ایشون قبلا اینجا تو عمق 10 متری فلزی با ابعاد 10 سانتی متر فرمودید 60 در 40 تو عمق 10 متری قرار دادن بابت بحث تست دستگاه KS 700 آلمان و حالا ما میخوایم با دستگاه پروتون LB4 هم یه تستی روی منطقه انجام بدیم، ببینیم فلزی که ایشون تو عمق 10 متری گذاشته بابت تست KS دستگاه پروتون هم میتونه بگیره یا نه. خب دوستمون دستگاه رو بالانس میکنه، موقعیت دستگاه رو به سمت جای تست میگیره، سنس محیط رو با دستگاه پروتون انجام میده. خب الان تو این اسکنی که گرفتن قبلا اینجا یه دونه حفره گفتید ایجاد کرده بودید درسته؟ الان اون حفره رو دستگاه پروتون برای ما گرفته و دیگه چی داشتی تو محیط؟ این دو تا فلز داریم اینجا. خب یه 40 درصد یه 60 درصد. خب این فلز 60 درصد مونه درسته. خب این و فلز 40 درصد فاصله زیاد ازش نداره. خب کوچولوتره. همون دو تا فلزی که در واقع قبلا اینجا کاشتید الان دستگاه پروتون تونست اونا رو بگیره. آره. از جنس مفرغ هم بودن. اینا مثل نم‌تر از چیزه. مثل خالص. بعد اینم یه فیلم تست از دستگاه پروتون LB4 محصول شرکت آسوهای ترکی.